صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. صدای انجیل تقدیم می کند. آغاز کلیسای عیسی مسیح، اقتباس از کتاب اعمال رسولان، 5مین قسمت از انجیل مقدس. خداوندا، چشمان ما را بگشا تا از کلام مقدس تو چیزهای عجیبی رو یاد بگیریم. به ما بصیرت معنوی عنایت فرما تا قادر به فهمیدن کلام تو و درک حقایق روحانی شویم. خدایا، تو روح و راستی هستی و ما باید تو را به روح و راستی ستایش نماییم. پس ای خدا، با اعطای روح القدست ما را در امر عبادت و پرستش و زیستن در اراده تو یاری بده. برادران و خواهران عزیزم و حقجویان گرامی، فیض و عنایات خداوند مهربان خدا یکتا بر همه شما باد. امیدوارم که روز خود را با نام او که یکتا و مقدس و متعال است آغاز کرده و در پناه محبت و فیض او که در عیسی مسیح بر ما آشکار گردیده است روزهایتون رو به سر بیاورید. از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب اعمال رسولان بگشایید تا با یکدیگر زندگی رسولان عیسی مسیح و ایمانداران به او را در سالهای پس از صعود استاد و منجی و مولای ما عیسی مسیح به آسمان مطالعه کنیم. کتاب اعمال رسولان شرح حال توسعه مسیحیت و تعلیمات و کارهای رسولان و اتفاقاتی که در راه پیشرفت بشارت انجیل به وقوع پیوسته سخن می‌راند. و ما در ادامه مطالعه کلام خدا در برنامه گذشته فصل 6 را خدمتتون بازگو کردیم و از فصل 7 تا 37 نیز مطالب را به عرض شریفتون رسانیدیم و دیدیم که یکی از شاگردان و یا یکی از ایمانداران مسیح که از روح و حکمت خدا پر بود و صاحب معجزه بود، یعنی استیفان، به خاطر شهادت‌های دروغین مردم متعصب یهود او را دستگیر می‌کنند و او را در دادگاه مذهبی حاضر ساخته، آن هم توسط خود افراد مذهبی. رئیس کهنه یا مرجع تقلید مذهبی قوم یهود از او سوال می کند که آیا این تهمت‌هایی که به او میزنند درست است یا نه. و استیفان با هدایت خدا توجه رؤسای مذهبی یهود را به نقشه خدا در مورد علت فرستادن عیسی مسیح جلب میکنه و سپس از رؤسای مذهبی، از مراجع تقلید دعوت میکنه که به جای اینکه در تعصب و جهالت مذهبی خودشون جا خوش کنن، بهتره که بیدار بشن و کلام خدا را مطالعه کنن و توبه کنن و به سوی مسیح بیاین. زیرا اگر تورات مقدس را با ایمان بخوانند، متوجه خواهند شد که عیسی همان مسیح موعود و همان نجات دهنده است که خدا یکتا
از هزارها سال قبل اعلام کرد که در زمان معینی او را خواهد فرستاد. و برای اینکه مراجع تقلیدی یهود را قبول به حقیقت کند، ابتدا از ایمان ابراهیم سخن می‌راند و اینکه چگونه ابراهیم با آنکه 100 سال از عمرش گذشته بود و صاحب بچه‌ای هم نبود و همسرش هم نیز نازا بود، ولی وقتی خدا گفت که ای ابراهیم ذریت تو را مثل ستارگان آسمان کثیر می‌سازم، ابراهیم به گفته خدا ایمان آورد و شک نکرد. یعنی به منطق و عقل خودش توجهی نکرد که میگفت آخه ابراهیم تو که پیر هستی، همسرت نازا، چطور میتونی صاحب بچه بشی؟ ولی او به گفته خدا ایمان آورد، به گفته خدا شک نکرد. و سپس استیفان اشاره به موسی میکنه که چگونه موسی به وسیله قدرت خدا و به دعوت الهی ایمان میآوره، لبیک میگه و قوم بنی اسرائیل رو از اسارت و ظلم مصریان و فرعون پرقدرت نجات میدهد. استیفان در مورد کارهای موسی به طور مفصل برای ملایان یهود سخن میگه، زیرا میخواد توجهشون رو به یک پیشگویی بسیار مهم که خود موسی در مورد عیسی مسیح کرده بود مبذول بداره و ثابت کند آنچه که او درباره عیسی مسیح میگوید نه فقط درسته، بلکه خود موسی هم به آن اشاره کرده و اگر آنان حقیقتاً به موسی ایمان دارن باید گفتارش رو بپذیرن و در نتیجه باید مسیحی بشن. از آیه 37 او اشاره به پیشگویی موسی میکنه که از شما دعوت میکنم به آیات کلام خدا توجه فرمایید. استیفان این شخصیت مقدس و پر از روح خدا در برابر حکمای متعصب یهود اینطور میگوید: موسی به بنی اسرائیل فرمود خدا نبی را مثل من از میان برادران شما برای شما مبعوث خواهد کرد، سخن او را بشنوید. این حقیقت اکنون خوب ثابت شده است، چون موسی در بیابان یک واسطه بود بین قوم بنی اسرائیل و فرشته‌ای که کلمات زنده تورات خدا را در کوه سینا به ایشان داد. ولی اجداد ما موسی را رد کردند و می‌خواستند دوباره به مصر برگردند. به هارون گفتند برای ما بت بساز تا دست کم اینطور خدایانی داشته باشیم که ما را به مصر برگرداند. پس یک بت به شکل گوساله ساختند و برایش گوسفند قربانی کردند. آن وقت خدا هم از آنها بیزار شد و ایشان را به حال خودشون گذاشت تا آفتاب و ماه و ستارگان را عبادت کنند. استیفان به خاطر ملایان دینی خطایی که جدشون مرتکب شده بود رو زنده میکنه و به خاطرشون میاره که چطور آنها، یعنی آنهایی که خود را قوم خاص خدا میدانستند، بت پرست شدند. به این امید که شاید این قوم بنی اسرائیل، این نسل جدید به این فکر بیفتن که اگر اجداد ما با آنکه شاهد معجزات خدا بودن ولی گناه کردن و خطا کردن، چه بسا ما نیز امروز ممکنه خطا کرده باشیم. استیفان امیدوار بود که به آنها ثابت کنه که حتی نسل بنی اسرائیل که معجزات خدا را در برابر چشمانشون دیدن، گناه کردن و بت پرست شدن و شاید این قوم بنی اسرائیل که امروز مسیح رو مصلوب کردن متوجه بشن که چه خطایی کرده و توبه کنن. یکی از تهمت‌های دروغی که به استیفان وارد کرده بودن این بود که ادعا کردن استیفان گفته این عبادتگاه را خراب کنید و عیسی آن را دوباره بنا میکنه. اگرچه استیفان چین سخنی بر زبان نیاورده بود، ولی توسط آیات بعدی میخواهد ثابت کند که عبادتگاه یا ساختمانی که به وسیله بشر ساخته شده نباید آنقدر عزیز باشه که توجه شخص را از خدا دور کرده و آدمی به خاطر آن کشته شود. و دوستان عزیز، این خیلی مهمه. چرا؟ چون در کشورمون هستن افرادی که به خاطر بنای ساختمانی جان خود را فدا میکنن و یا آدم میکشن، در حالی که فراموش کردن جان هر شخصی به مراتب بالاتر از هر ساختمانی می باشه که به وسیله دستهای آدمی ساخته شده است. استیفان با بیان دلیل بسیار قانع کننده به آنها ثابت می کند که عشق و علاقه‌ای که آنان به خانه خدا دارند اشتباهه و باید این اشتیاق و علاقه را به خود خدا داشته باشند و نه الزاماً به خانه خدا. و از تاریخ یهود مثل می آورد که چگونه خدا از طریق آموس پیامبر از قوم یهود به خاطر طرز فکر غلطشون سوال کرده و میگوید ای قوم بنی اسرائیل، در آن 40 سالی که در بیابان سرگردان بودید، آیا برای من بود که شما قربانی میکردید؟ آیا به خاطر من بود که شما قربانی میکردید؟ و خود خدا جواب میداد که نه،
عشق و علاقه شما به بت‌هایتان بود، یعنی به بت ملوک، بت ستاره کیوان و تمام بت‌هایی که با دست خود درست کرده بودید. و از آیه 44 استیفان میگوید ای سروران، ای رؤسای مذهبی یهود، ای مراجع تقلید دین، اجداد ما در بیابان با خودشون خیمه عبادت را می‌بردن و در آن عبادت می‌کردند. این خیمه عبادت درست مطابق نقشه‌ای بود که فرشته خدا به موسی داد که تا زمان داوود پادشاه قوم در همان خیمه عبادت می‌کردند. خدا به داوود برکت زیادی داد و داوود هم از خدا خواست که این افتخار را به او بده تا جای ثابتی به جای این خیمه سیار برای عبادتگاه مردم بسازد و سلیمان آن را بنا کرد. ولی ای رؤسا این را بدانید که با وجود اینکه سلیمان نبی این عبادتگاه را با شکوه تمام بنا کرد، خدا در جایی خاص منزل نمی کند. خدا در جایی منزل نمی کند که به دست انسان ساخته شده است، چون خود خدا به وسیله پیغمبران خود می‌فرماید آسمان تخت من است و زمین کرسی زیر پای من است. چه نوع خانه شما می توانید برای من بسازید؟ آیا در این خانه ها منزل می کنم؟ مگر من خودم آسمان و زمین را نیافریدم؟ استیفان با نقل قول از گفتار خدا یکتا توجه همه را معطوف به خدا و حاضر بودن او در همه جا میکنه و میگه نباید فراموش کنیم که خدا در همه حال و در همه جا حاضر و ناظر است و باید دانست که برخلاف عقاید بعضی‌ها خدا مثلا فقط در قدس نیست دوستان عزیز، بلکه در همه جا است و بندگانش در هر جایی که باشند میتوانند با خدا صحبت کنند و او را در کنار خود ببینند، البته اگر صاحب بصیرت روحانی باشند. استیفان با این حرفا میخواد به رؤسای قوم یهود بگوید که این عبادتگاه اگرچه مقدس است ولی بنا به تعلیم خدا یکتا، خدا فقط در اینجا نیست که با بشر سخن میگوید، بلکه خدا در همه جاست و خدا در هر جا که اراده کنه با بندگانش سخن میرانه. پس از اینکه اشاره به همه جا بودن خدا یکتا میکنه، استیفان رؤسای مذهبی و مراجع تقلید یهود را به باد انتقاد میگیرد. چرا؟ زیرا آنها با تعلیماتشون، با رفتار خودشون مانع شدند که مردم حقیقتاً پی خدا بروند. اعمالشون انقدر شریر بود که مردم از خدا بیزار شدند. اینقدر برای مردم قانونهای عجیب و غریبی درست کرده بودند که مردم از مذهب سیر شده بودند. پس استیفان رو به آنها کرده و از آیه 51 با غیرت بسیار خاصی که توسط روح خدا دریافت کرده بود، بدون هیچ ترسی و واهمه‌ای رو به مراجع تقلید یهود میکنه و آنها را که خیال میکردن نماینده خدا در این عالم هستند میگه ای خدا نشناسان و ای گردن کشان، ای خدا نشناسان و ای گردن کشان که به دل و گوش خودتون نامختونید. شما پیوسته با روح قدوس خدا مقاومت میکنید یا با الهام الهی مقاومت میکنید، ضد آن هستید. میگه شما پیوسته با روح القدس مقاومت میکنید چنان که پدران شما هم همچنین کردند. کیست از انبیایی که پدران شما بدو جفا نکردند و آنانی را کشتند که از آمدن آن عادلی که شما بالفعل تسلیم کنندگان و قاتل او شدید؟ شما به توسط فرشتگان شریعت را یافته اما آن را حفظ نکردید. استیفان مراجع تقلید را به خاطر شرارت و خطایا و علل خصوص به خاطر تعصب و جهالت و خودخواهیشون و گناهانشون شدیداً محکوم میکنه و میگوید شما که خود را نمایندگان خدا به روی این عالم میدانید، شما که خود را راهنمایان مردم قرار دادید، شما که به اصطلاح برای مردم مثل شدید و مردم باید مثل شما رفتار کنند، از شما پیروی کنند، از شما یاد بگیرند، از شما تقلید کنند، شما که خودتون خداشناس هستید، وقتی که افکار ناشایست زیادی در قلب خودتون دارید، چگونه انتظار دارید که مردم پاک باشند؟ مقصود این جمله که میگوید شما به دل و گوش نامختونید اینه که باطناً افکار پلید را از خودتون دور نکرده اید. هنوز شرارت در وجودتونه ولی در ظاهر بسیار پاک و مقدس هستید. به عبارت دیگر شما دو روح هستید، از درون اصلاح نشدید. در نتیجه هرچی شما دارید نشون میدید تظاهره، چیزهای درونی تمام از گناه آغشته شده است و نه فقط آن بلکه با روح خدا دارید مقاومت میکنید، یعنی سعی میکنید که
روح خدا در مردم فعالیت نکنه. اجازه نمیدید که مردم خودشون حقایق الهی را بفهمند. مشکلات در راه مردم خدا پرست به وجود میارید. و برای اینکه حرف خودش رو به کرسی بنشونه، به آنها میگه اگه حرف مرا قبول ندارید بگویید ببینم کدام یک پیغمبری بوده که از دست اجداد شما شکنجه و آزار ندیده باشه؟ کدوم پیغمبری از دست شماها، از دست اجداد شما زجر نکشیده بود؟ کدوم پیغمبری که شما اونو به خوشی پذیرفتید؟ میگه آن پیغمبرانی که خدا برای شما فرستادن کشتید. و اینکه در تورات مقدس هم توسط آن پیامبران درباره ظهور مرد عادل و آن موعود و آن نجات دهنده یعنی عیسی مسیح پیشگویی کردند. حالا با اینکه این آیات در تورات از شما با تمام این وجود خود عیسی مسیح رو گرفتید و مانند ابا اجدادتون او را کشتید، او را به صلیب کشیدید. همون کاری که ابا اجدادتون به پیغمبرای دیگه کردن شما به عیسی مسیح کردید و او را کشتید. یعنی شما ای ملایان دینی همون کاری رو کردید که اجداد شما کردن و چه بسا بدتر. میگوید شما عمدن با خدا و دستورات خدا مخالفت میکنید. و با اینکه فرشتگان خدا کلام شریعت را به شما سپردن ولی شما از آن پیروی نکردید. دوستان عزیز، استیفان با آیات تورات چهره واقعی مراجع دینی یهود را آشکار میکنه. آنها وقتی این تهمت‌های استیفان را میشنوند، وقتی حرف استیفان همانند آینه چهره آنان را آشکار میکنه، وقتی متوجه خطایایشون میشه، به جای اینکه پشیمان بشن و از خدا طلب مغفرت کنن، به جای اینکه از خدا بخوان که اونها رو ببخشه، آیه 54 میگوید سران قوم یهود از این تهمت‌ها سخت خشمگین شدند، به طوری که از شدت خشم و عصبانیت دهانشون کف کرد و دندانهایشون به هم میخورد. ولی استیفان با جرأت بی‌نظیری در برابر آنها روی حرفشون ایستاد و بعد در روح الهی متوجه بالا می شود. او این قدرت را نداشت که در برابر مراجع تقلید یهود چنین حرفایی بزند. او از روح خدا پر بود، پس به سوی آسمان نگاه می کند، به بالا، به منزلگاه خدا توجه می کند و جلال خدا را در آسمان مشاهده می کند و عیسی مسیح رو که به دست راست خدا ایستاده است می بیند. پس با صدای بلند و با قدرت آسمانی فریاد برمی آورد و می گوید نگاه کنید، به آسمان نگاه کنید، من آسمان را می بینم که شکافته شده و مسیح موعود، مسیح زنده را می بینم که در دست راست خدا یکتا ایستاده است. رؤسای مذهبی دیگر طاقت نیاوردند، گوشهای خود را گرفتند و تا توانستند جیغ و داد زدند و بر سر استیفان ریختند و او را زدند و کشان کشان او را از شهر بیرون بردند تا بدون هیچ لحظه‌ای توقفی او را سنگسار کنند. کسانی که علیه او شهادت دروغ داده بودند همراه با سایر مشایخ استیفان را سنگسار کردند. آنها کتهای خود را درآورده در جلو پای جوانی به اسم سولوس نهادند و تا آنجا که توان داشتند استیفان را سنگباران کردند. استیفان نه گریه‌ای می‌کرد و نه فحش و ناسزایی به آنها می‌داد. او خدا را در ملکوت اعلی دیده بود. او توجهش را به خدا معطوف کرد و در نتیجه روح الهی او را هدایت می‌کرد که چگونه در برابر مرگ غیر عادلانه، مرگ شریرانه عکس العمل نشان بدهد. در همان حالی که او را سنگسار می‌کردند، آیه 59 می‌گوید که استیفان به درگاه خدا دعا کرده گفت ای عیسی خداوند، جان مرا بگیر یا جان خود را به دست تو میسپارم. و بعد از شدت درد به زانو در افتاد و در حالی که در خون خود میغلطید آخرین جملاتش را اینطور بیان نمود که خداوندا این گناه را به حساب آنها نگذار. خداوندا این ظلمی را که به من روا داشتند به جرم آنها نگذار، آنها را ببخش. وای خدای من، این چه دعایی است، این چه عکس العملی است. به راستی چه انسانی میتواند چنین دعایی بکند؟ استیفان در حالی که او داشتن او را ناجوان مردانه سنگسار میکردند و در خون میغلطید، رو به خدا کرده و میگوید خداوندا اینهایی که دارن منو سنگسار میکنن ببخش، گناهانشونو به حساب نیاور. و بعد جان میسپارد.
دعای استیفان دوستان عزیز نمیتواند دعای یک انسان معمولی باشه. نمیتواند دعای یک مقصر و یا تقصیرکار باشه. نمیتواند دعای یک انسان دروغگو و متظاهر باشه. دعای استیفان دعای کسانی است که روح عیسی مسیح را دارند. دعای کسانی است که روح القدس آنان را پر ساخته. زیرا این همان دعایی است که مولا و نجات دهنده و منجی عزیز بشریت یعنی عیسی مسیح نیز در بالای چوبه دار صلیب نمود که خداوندا اینها را ببخش زیرا که نمیدانند چه میکنند. آری استیفان مسیح را میدید، پس در جا پای مسیح قدم میزد، زیرا هیچ راهی دیگری را جز مسیح نمیتونست ببینه. حقیقت اینه که هیچ کسی نمیتواند این دعا را، آن هم در حالی که ظالمانه داره کشته میشه، بکنه و طلب بخشش برای دشمنان خودش کنه مگر اینکه از روح مسیحایی، از روح القدس پر باشه. و کسی که از روح خدا پر است در اراده الهی و در طریق حق و در راستی و عدالت و ایمان زندگی میکنه. و بدین وسیله استیفان اولین شهید مسیحی در تاریخ بشریت نامش به ثبت میرسه. آن هم به خاطر اینکه از کلام مقدس تورات به مراجع تقلید یهود که عیسی مسیح رو خودشون مصلوب کرده بودن ثابت میکنه که گناه کردن و باید توبه کنن. دوستان عزیز، راستی وقتی عکس العمل استیفان را میشنوید چه فکری در سرتون راه میده؟ و اینکه اگر امروز به شما ظالمانه رفتار شود و به طور غیر انصاف بخوان شما را بکشن، شما چگونه با آن مقابله میکنید؟ آیا عکس العمل مسیحایی را دارید و یا اینکه دیگران را به باد فوش و ناسزا میگیرید؟ شاید بگویید که این اتفاقات و این چنین روحیه مربوط به گذشته است. اما دوست من، امروز هم همینطوره. امروز هم کسانی که در روح قدس زندگی میکنن، آنانی که روح خدا را در خود دارن و به خاطر بیان حقیقت زجرها میکشن، همان گفتار مسیح را به زبان میآورند. زیرا آنکه با خداست از هیچ چیزی نمیترسد و کینه هم از کسی به دل نمیگیرد. آنکه با خداست از هیچ چیزی نمیترسد و کینه هم از کسی به دل نمیگیرد. و خدا را شکر که روح خدا امروز حاضر و ناظر است. در سالهای اخیر نیز وقتی پسر اسقف حسن دهقانی را یعنی بهرام را کشتند، اسقف حسن دهقانی در دعایی در مراسم دفن پسرش اینطور گفت: خداوندا قاتلان پسرم بهرام را بیاد میآورم. نگذار که دروازه بهشت به خاطر این عمل بر روی آنها بسته شود. گناهان آنها را عفو کن. و یا وقتی کشیش حسین سودمند را به خاطر اینکه مسیحی شده بود حلق آویز کردن، قبل از مرگ از خداوند تمنا کرده بود که آنانی را که به او جفا میکنن ببخشه. شاید دوستان عزیز شما این نوع عکس العمل یعنی گذشت در مقابل شرارت و انتقام را روش ضعیف و غلط بدانید و بگویید که این راه درست و منصفانه نیست. ولی ای عزیزان، خداوند بدون جهت این طرز رفتار را به ما عطا نکرده. اگر مقصود اینه که داوری اجرا نمی شود، اشتباه می کنید. زیرا کتاب مقدس می گوید خداوند فرموده است که من انتقام می گیرم، من عادل هستم و انتقام از آن من است و من عدالت را اجرا می کنم. و ما می دانیم و ایمان داریم که خدا دروغ نمی گوید و او انتقام ما را می گیرد و عدالت را اجرا می کند. و یا شاید خیال کنید که این نوع رفتار بی ثمر است. اگر اینطور فکر می کنید باز اشتباه می کنید. زیرا هر باری که خون یک مسیحی به خاطر ایمانش ریخته می شود، هر باری که یک مسیحی به نام عیسی مسیح شهید میشه، ثمرات بسیاری آورده. برای نمونه بر اثر شهید شدن کشیش سیاد در شیراز و یا بر اثر شهید شدن کشیش حسین سودمند در مشهد، خیلی از ایرانیان به سوی مسیح آمدند، زیرا قدرت مسیح را در مرگ آنها دیدند. و یا وقتی که استیفان سنگسار میشد، ظاهرا همه چیز پایان می گرفت، اما در حقیقت آغاز توسعه مسیحیت بود. همون جوانی که شاهد مرگ استیفان بود، همون جوانی که از کتهای کسانی که استیفان را سنگسار میکرد نگهداری میکرد، همون جوانی که با چشمان خود مرگ استیفان را که به نظر او یک کافر بود مشاهده میکرد، همون جوانی که شاهد
مرگ استیفان بود و خوشحال بود از اینکه استیفان می‌مرد. وقتی دعای استیفان را شنید، وقتی کلام او را در حین مرگ شنید، وجودش منقلب گردید و گفتار استیفان همچون دانه‌ای بود که در قلب او کاشته شد و خون او همچون آبی بود که دانه را آبیاری می‌کرد. در فصل 8 ملاحظه می‌کنیم که خدا این جوان را یعنی سولوس برای مأموریت بس بزرگی برمی‌گزیند. او سولوس بود که در قتل استیفان راضی و خوشنود و کاملا موافق، به طوری که چند روز بعد از این واقعه حتی شروع کرد به آزار رسیدن بقیه مسیحیان و به زندان انداختن آنان. چرا؟ چون او خیال میکرد که با این عمل داره در راه خدا خدمت میکنه و چون در مذهب یهود نیز بسیار فاضل و دانشمند بود و بسیار متعصب بود، خیال میکرد که هر مسیحی رو که بگیره و به زندان بیاندازه و یا بکشه باعث خوشنودی خدا میشه و این امر او را به خدا نزدیکتر میکنه و یا به قول معروف به بهشت نزدیکتر میشه. در صورتی که دوست عزیز هر وقت به هر اسم و دلیلی به انسانی که مخلوق خداست آزار روا شود، مطمئن باشید که خدا از آن خوشنود نمی باشد. زیرا خدا خالق همه است. خدا این بشر را خلق کرده و همه را دوست داره. این شخص یعنی سولوس مثل خیلی ها که امروز نیز مسیحیان را جفا میرسانیدن فکر میکرد. در سالهای اخیر خیلی از هموطنانمون به خاطر اینکه مسیحی شدن به زندان رفتن، جور و جفا دیدن، شغلشون از دست دادن، مورد مسخره و آزار خیلی ها واقع شدن. چرا؟ چون این کسانی که آزار میکنن، اون کسانی که جفا میرسونن، خیال میکنن که اگر این کار را بکنن خداوند از آنها خوشنود خواهد بود. ولی اینطور نیست. درست اینها همون فکر رو دارن که سولوس. ولی دوستان عزیز، کار سولوس در اینجا خاتمه نمی‌یابد. او شاهد مرگ استیفان بود، ولی آغاز دگرگونی عجیبی در زندگیش بود. خدا در زندگی این شخص دخالت میکنه و او را دگرگون میسازه. و این سولوس شرور و آزاردهنده مسیحیان، این کسی که به مسیحیان جفا میرسانید و آنها را به زندان میانداخت، این یک یهودی متعصب و دانشمند سرانجام غلام عیسی مسیح میگردد. که در برنامه فردا اجازه میخوام این واقعه معجزه‌آسا و ظهور عیسی مسیح به او را از فصل 8 کتاب اعمال رسولان براتون بخونم. ولی دعا میکنم که خداوند امروز به ما بصیرت روحانی بدهد که مبادا تعصب و جهالت ما را از حقیقت دور بکنه. و دعا میکنم که وقتی چشمان ما باز شد در پی حقیقت برویم و آن را بپذیریم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر حق نگهدارتون باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.